در مورد اندازه‌گیری شلوار یه سری نکات رو بهتون بگم. ما برای قد شلوار همیشه از کمر رو که میبندیم توی اندازه‌گیری بهتون گفتم یه قد از پهلو میگیریم تا زمین، از وسط جلو، از وسط پشت، که معمولا پهلو 2 سانت بلندتره، که دقیقا همین اندازه رو ما میگیریم برای قد شلوار. دقت کنید. و شلوار نرمال عین مچ دست تا این استخون قوزک پا نرمال تا اینجای قد شلوار. حالا ما تا زمین میگیریم، بعد 3 سانت ازش کم میکنیم. خب ولی شما اگه اندازه شخصی دارید یا نمیخواید از جدول سایز استفاده کنید، دقیقا از پهلو بگیرید، از کمر تا قوزک پا. اوکی، این از قد. برای قد فاق، قد باسن رو که میدونین گرفتیم، کمر تا برجسته ترین نقطه باسن. برای قد فاق شما میشینید روی یه صندلی، از کمر تا سطح جایی که نشستین رو اندازه میگیرین. این اندازه میشه قد فاق یا نشیمنگاه. حالا توی این قسمت میرسیم به اندازه هایی که ما عرضی باید بگیریم. کمر باسن رو که میگیریم، بچه ها برای دور مچ تو جدول سایز اینو گرفته. خب یعنی تو الگو اینه. حالا اگر مثلا میخوایم که یک مقدار مطمئن باشیم که شلوار از پامون میره بالا ولی میخوایم تو تنگترین حالت خودش بیسته، دور قوزک پا رو باید بگیرید. یعنی پاتون رو اینجوری کنید، چون از این بزرگترین نقطه‌ایه که قرار ازش رد بشه دیگه، از پاچه شلوارتون. اینو میگیرید و روی الگو باهاش کار میکنید. خب این از اینا. دور زانو رو هم زانوتون رو خم میکنید و اندازش رو میگیرید. حالا اگر بخواید که یه مقدار زانوتون جذب تر باشه، مثل این الگو نباشه، که بهتون میگم چیکار بکنید. اگر دور رون پاش خیلی بزرگه، اینجا اندازه بگیرید و ترجیحاً هم از پارچه کش استفاده بکنید، به خاطر اینکه ایراد اندامی برای این نقطه خیلی بد عذاب در میاد. پس فقط با پارچه کش این ایراد رو برطرف بکنید. اوکی.